ماجرای این سگ گلدن رتریور که داخل قفس ببرها زندگی میکنه باور نکردنیه. اینجا باغ وحش سافاری زولاجیکال پارک کانزاس است که یه اتفاق نادر توش افتاده. سالها پیش چند توله ببر مادرشون رو از دست میدن و به این باغ وحش منتقل میشن و به طور همزمان این گلدن رتریور ماده شیرده بوده و مسئولین باغ وحش تصمیم میگیرن مسئولیت این توله ببرها رو به اون بسپارن. اون در طی این سالها مثل یه مادر واقعی از توله ببرها مراقبت کرد و با عشق بهشون شیر داد. جوری با اونا وقت میگذروند که انگار واقعا مادرشونه. خیلی سریع توله ببرها رشد کردن و بزرگ شدن. اندازشون به حدی رسید که گلدن رتریور مادر کنارشون خیلی کوچولو بود، اما ببرها همچنان به اون به چشم مادرشون نگاه میکردن و حتی وقتی رفتار اشتباهی ازشون سر میزد و درگیری پیش میومد، گلدن رتریور مادر میومد اونا رو سرزنش و دعوا میکرد و ببرها کوچکترین رفتار خشنی از خودشون نشون نمیدادن. اونا به مادرشون محبت و عشق زیادی نشون میدادن. طی این مدت حتی یک بار هم گزارشی مبنی بر آسیب رسیدن به گلدن رتریور ثبت نشد. حالا اونا یه خانواده خوشحال هستن و این گلدن رتریور از این که هر روز کنار بچه‌های تنومندش زندگی میکنه خیلی خوشحاله.